استاد ملا گفته کی رو میگوین بخشی؟ ملا این در زبان فارسی هست آدمی علمداری، آدمی که علم شریعت دارد، اصلا عالم است گفتگی هست. بنابراین ملا علی قاری هست هیروی، یکی از عالمای کلان مذهبی امام ابو حنیفه از متأخرها، الله تعالی رحمت کند، با لقبی ملا مشهور است، ملا علی قاری. حتی عرب ها هم همین خیلی ملا علی قاری میگن. ملا به معنای شیخ، یعنی عالم در شریعت، دانشمند دینی، مدرس مدرسه، آدمی که از شریعت باخبر است. ولی هر کسی که میشناسید و نمیشناسید ملا نمیگوید. این چونین فالبین و جادوگر ملا نگوید، ملاگی کرده است نگوید. ملا اصلا این برای آدم علمدار، آدمی که علم شریعت دارد، برای آن ملا گفته میشد. هر کس استاد حاجی و ملا، اگر آدم نشناسید برادر گوید.